میانی عصر مان و عصر پرشوری شما استاد، هزاران قبرها برخاست، هزاران قصرها افتاد، هزاران شهرها همچون بخارا شد مزار ما، و در شهر دوشنبه عاقبت بشکست یک شب شه چنار ما. تو گویی آن زمان بشکست شان و شانه ما، افتخار ما و زیر وزن تابوتی به مثل شیر وزنینت، به یاد عشقهای نازنینت، مهر و کینت، موی مشکینت، به یاد آن تبسمهای غمگینت، به پاس صبرهای سرد و سنگینت. تو گویی آن زمان بشکست زمین اندر مدار خود، جهان اندر مدار عشق، و از این پیکری پوسیده و پیری وطن در رفت شکوهی ما، غروری ما، مدار ما. همه آن قوت دل، نور چشمان، آن همه پیوندهای دیر و دیرینت، و در گلباغ لچاب اندر آن روزی غریبانه یکی قبری نوی برخاست. تو دردی مردمان جستی، به دردی خویش درماندی، نه بر بالین بر روی سنگ شیر آهسته سر ماندی، به گوشت می رسید از دور تنها الله مادر، فرود آمد ز چشمت اشک یا اختر. چه از چشمت فرود آمد ایا استاد، همان اختر که با تو بود در درواز و در بندت، همان اختر که همراهی تو بود یک عمری برومندت، همان اختر، همان یادآوری عشقی بخارا و سمرقندت. چه از چشمت فرود آمد ایا استاد. تو بودی که از وجودی تو بشارت بر وجودی ما فرود آمد، جسارت بر سکوتی ما پیام آورد، حقارت از زبان ما فراری شد، نجابت در وجودی ما وجود آمد. ملائک اندر آن اشعار قدسی آدمی را بر سجود آمد، و اشعارت همه یک آبشار شد، و از شعری تو بر میهن سروش آمد، که میهن زنده شد، بیدار شد، اندر خروش آمد. و ما از آسمانهای مجازی و حقیقی شعر نازل شد، و ما از عالمین عشق عرفان شعر تو ارسال و واصل شد. و میهن با وجودت ادعای زنده بودن کرد، که میهن را برای غافلان شعری تو میهن کرد، و آخر خود فرو افتادی از چشمان این میهن، و مثل قطره اشک از سر مژگان این میهن.